داستان نتیجه حرص از کلیله و دمنه. در جنگلی سبز و خرم گروهی از حیوانات زندگی می‌کردند که در میان آنها سگی گرسنه وجود داشت. روزی سگ گرسنه استخوانی پیدا کرد. آن را به دندان گرفت و به راه افتاد. اتفاقاً از کنار جوی آبی می‌گذشت. در آب نگاه کرد و تصویر استخوان را در آن دید. خیال کرد استخوان دیگری در جوی افتاده است. سگ خواست تا استخوان را از جوی آب بردارد که ناگهان استخوان از دهانش بیرون افتاد و آب جوی آن را با خود برد. سگ حریص گرسنه و غمگین به خانه برگشت.